آقای دکتر، قطع به یقین همه ما مستحضر هستیم که استان خوزستان تشکیل شده از یک فرش خوشاب و رنگ از اقوام مختلف که یکی از اقوامی که خوش درخشیدن در تاریخ انقلاب اسلامی ایران قوم بختیاری هست. میخوام از اینجا شروع کنیم که این قوم چه تاریخچه، چه پیشینه و چه ریشه‌ای در کشور ایران داره. به نام خداوند بزرگ مجددا، چون نام خدا همیشه هر چقدر گفته بشه باز هم کم. خدمتتون عرض کنم جناب گودرزی، در این برنامه البته خیلی مفصلی اگر من بخوام کل تاریخ بختیاری را بگیم در این برنامه شما نمی‌کنید، ولی بعد یک خلاصه واری عرض کنم. همونطور که فرمودین ما یکی از قدیمی ترین اقوامیم که در این آب خاک به ویژه، بازم عرض میکنم به ویژه در زاگرس مرکزی و منطقه پارسوماش که مسجد سلیمان فعلی باشه بودیم. حتی از زمانهای ایلامی ها ما بودیم، خوزی ها بودیم، لولویی ها بود. ما خیلی قدیم در اینجا بودیم. حالا تحت عناوین البته نام های مختلف. و همین جهت هم هست که به قوم بختیاری زاگرس نشین هم میگن. بله، ما اصلا گروهی داریم نام زاگرس نشین، زاگرس تبار، همه. خدمتتون عرض کنم ولی این رو اگر عرض کردم بودیم در زمان ایلامی ها بودیم، بعد هخامنشیان بودیم، بعد اشکانیان به نام ایلیمیایی، مجزایی داشتیم، خودمون استقلال داشتیم، مجددا ساسانیان چون حکومت به اصطلاح سانترالیزه میشه برخلاف اشکانیان که دسانترالیزه بوده، حکومت به اصطلاح جدا جدا بوده، تقریبا میشه ایالت بوده. بعد میرسیم به اسلام و بعدم صحبتی میشه تا ما میرسیم به حدود قرن هفتم. حالا اگر بخوایم البته از قرن سوم لور بزرگ، لور کوچک، ببینید آقای جناب آقای گودرزی، ما اینا رو چیز متقن نوشته‌ای نداریم. نه ما هیچ گونه اشایری در جهان به دلیل اشایر شهرنشین نبوده. شما الان اصفهان که میریم، مثلا حمزه اصفهانی در سال 300 قمری یعنی حدود 1100 سال پیش، اصفهانی که گفته تقریبا همون اصفهانه. بله. تقریبا محلات گفته همون محلات. بله. ولی خب ما اشایر بودیم، باید بارها و بهار و پاییز اون بارونهای آنچنانی، اون سیلابا، اونا از کارون رد بشیم، از دز رد بشیم، از کجا رد بشیم، اینها نمیتونستیم ما بدونیم متقن بنویسیم فلان سال چی شد. ولی این یعنی یک فرهنگ شفاهی بود. بله، تقریبا بیشتر فعال تا میرسه به سالهای 900 قمری. بله، ولی بعد دیگه خوشبختانه ما تاریخ مکتوب بله داریم، سند داریم، عرض میشود. پس ما حالا اگه اونها رو پشت سر بذاریم میرسیم به حدود قرن هفتم و هشتم هجری. بله. که کسانی مثل حمدالله مستوفی قزوینی بسیار در کتاب‌های نهضت القلوب و عرضم به حضور شما تاریخ گزیده، معین الدین نطنزی در کتاب معروف از منتقب التواریخ، در زبدة التواریخ نطنزی، در منتقب التواریخ، اینا در شرفنامه بدلیسی دیگه شروع میشه نام ما بختیاری. درست. من اولی بارم که عرض کردم در 736 هجری قمری نام بختیاری گفته میشه توسط حمدالله مستوفی. دلیل این نامگذاری چی بود؟ حالا همین نقام عرض کنم. حمدالله مستوفی حدود 15 طایفه لور زبان را به صورت که اقوام لور که میگن را نام میبره. بله. خیلی ها مثلا ما داشتیم بعضی از بین رفته، مماکویی، عرض میشود شوله، اینا دیگه نیست. درست. یه تعدادی هست ولی نام هاشته. بعد یکیش هم بختیاری بود. بله. یه دونه از این 10-15 نفر هم بختیاری بود. حالا ما 200 سال از سال 700 تا اینجوری عرض کنم 900 خورده‌ای که شاه اسماعیل صفوی به قدرت میرسه و عرضم به خدمت شما، و یکی از پوانهایی که ما همیشه داشتیم شیعه بودن ما بود. بله. یعنی ما از ابتدا شیعه بودیم. اینا بارها عرض کردم به عزیزانمون، به البته همه عزیزیم، همه برادریم، همه وحدای پیامبریم، حالا هیچ برادر ما هر کدوم، ولی ما از ابتدا یعنی از تاریخ به اصطلاح پیرو بودیم، همون معنی شیعه عربی، پیرو فارسی و پیرو علی بودیم. و دلیلش هم اینه که عرض کردم جناب گودرزی، ما قریب به 100 اسم تا بیشتر هم حتی 100 و چند اسم مشترک با علی داریم. هیچ جای ایران